بینندگان عزیز، طوری که به شما در نوارهای پیشتر خبر داده بودیم، در دانشگاه دولتی سمرقند در طول 6 ماه استاد آرزو اسلامباشی که اصلا زاده تهران جمهوری اسلامی ایران هستند آمده درس زبان فارسی آموختند و اینک ما آن کس را در رگستان پیدا کردیم و خواستیم که برای شما یک نوار ثبت کنیم که در بابت کلمه های تاجیکی و فارسی باشد. کلمه ها در زبان تاجیکی، واژه ها در زبان فارسی. زمین، زمین. کتاب، کتاب. مکتب، مدرسه. درس، کلاس. بر، گچ. سرخ، قرمز. بابا، بابا. مادر، مادر. پدر، پدر. تقا، دایی. خواهر، خواهر. تربوز، هندوانه. چهارمغز، گردو. لختک، عروسک. به چشم عینک گذاشتن، عینک زدن. خستن، بلند شدن. فربه، چاق. خراب، لاغر. موی قلم، قلممو. آشکارک. پیشبند. و الحال که هوای گرم است، یک نوشابه بسیار هم خوب است که در ما آن را راحتی جان میگویند. در فارسی یخ در بهشت. یخ در بهشت. سلامت باشید تا بازدید. سلامت باشید. خدا نگهدار.